خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال ما. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام توضیح بدم که چه جوری با استفاده از ماینکرافت گوشی یا همون ماینکرافت بدراک وارد بهتر ماینکرافت شین. شما به این دو تا برنامه نیاز دارین. حالا بعد اینکه دو تا برنامه رو نصب کردین یه وی پی ان نیاز دارین که هر وی پی ان میتونه باشه. من بهتون کوتو وی پی ان رو پیشنهاد میکنم که خیلی وی پی ان خوبیه. میتونین راحت از گوگل نصبش کنین. حالا وارد ادا میشم. اینم بذارین خاموشش کنم. خب یکم طول میکشه تا این صفحه اصلیش بیاد. خب شما اینجا میتونید ببینید که خیلی مودای خفنی داره، مثل رندوم لوت ماب یا حالا مثلا مثل این. حالا کلا خیلی خفنه این برنامه، راحت میتونین کلی چیزای خفن از توش در بیارین، مثل وان بلاک 1.20 که این دیگه واقعا خیلی خفنه. حالا شما میان توی میزنین روی سرچ و بخواین سرچ کنین، بعد بنویسیم بتر خالی، هیچ چیزی دیگه نمیشه باشه، که بعد بنویسیم BE2TER. اینو سرچ میکنه. حالا سرچ معمولا یکم طول میکشه، بعد یکم وایسیم دیگه. خب دوستان این بخش رو سرچ کردیم اومد. حالا وقتی که این اومده مثلا ببینید چقدر خفن داره، مثلا بتر اسپانگ، مثلا شما میخواین واردن اسپان کنین عکس واردن رو میاره که این واقعا خیلی خفنه. حالا شما روی این 4 خط و این فلش میزنین و موست دانلود، یعنی بیشترین دانلود. حالا یه بار ریفرش میکنین و وای میسیم تا بیاره. حالا که اوورد اینا میتونین ببینید، مثلا نکن چقدر فندک قشنگتر شده، یا انیمیشن ماب، یا حتی تخت قشنگتر شده، یا حتی زامبیا قشنگتر شدن و بهتر راه میرن. کلا انیمیشن خفن تری بهتون میده که حالا ما با هیچ کدوم از اینا کار نداریم و روی این گزینه میخوایم کلیک کنیم، Better Adventure، که فکر کنم دارم درست میگم، مدیریت مطمئن نیستم. روی مور میزنیم یا خب اینجا دو تا گزینه واسهتون میاره. این گزینه بتا هستش که این آخرش هم نوشته بتا. حالا وقتی که این گزینه رو بخواید نصب کنین، بعد ماینکرافت بتا داشته باشید، مثلا ماینکرافت 1.20.25 یا 1.20.23 که اینا از هنوز نسخه اصلی نیومده، ولی اینا همینجوری داریم ریتش میره بالاتر، همیشه گفت بتا یعنی پیش فرض. حالا این که این نسخه خیلی هم خوبی داره هم بدی. و خوبیش اینه که حجم مگابایتی که باید دانلود کنین کمتره، و بدیش اینه که یکم بازیتون مثلا استراکچرها یا مابهاش کمتره. حالا این به هیچ. این یکی MC ادان که حالا من دانلودش کردم، کاملشو نمیاره، ولی MC ادانی که 98 میگه شما نسخه اصلی ماینکرافت، مثلا من نسخه 1.19.83 رو اگه درست دادم باشه دارم اصلیشو. 1.20 من هنوز دانلود دارم ولی هنوز نصب نکردم، به خاطر اینکه کلی مود و اینا داشتم ولی پاک شده و اینا. حالا فعلا داریم 1.19.83 رو دیگه. شما بعد این نسخه رو اگه میتونید نصب کنین، یا حتی بتا، که بتا بدتر و بهتره، هر کدوم خواستین نصب کنین. حالا من اول اینو نصب میکنم. بخشید من اول اینو نصب کردم. شما دانلود کنین و بعد بزنید روی اینستال. حالا اگه بخواید بازش کنین، بعد با این 5 تا برنامه بازش کنین که فکر کنم جدا شیوه رو تقریبا همتون دارین، شیدیت هم که فکر کنم داشته باشین دیگه. حالا برام با ماینکرافت میتونم بازش کنم. شما چون جدا شیوه رو سخت تره باز کردنش، شما هم میتونید با ماینکرافت فکر کنم بازش کنین، چون بیشتر مودای این برنامه رو با ماینکرافت میشه باز کرد. حالا وای میسیم تا وارد ماینکرافت شه. هر وقت وارد شد باز رکورد میکنه. خب دوستان وقتی که واردش بشین یه همچین چیزایی واسهتون میاره که حالا اینا رو من چون نصب دارم به میگه فیلد یا همون ناموفق نصب شد، ولی اگه شما بریزین نمیشه. این هم که پوزیشن میبینید، من به خاطر اینکه اینو اکتیو کردم و رفتم تستش کردم و درست بود. حالا وقتی که شما چیز دانلود کنین اینا قطعا اینجا هم و شما باید روشون اکتیو کنین و اکتیو کنین. حالا میایم بیرون. برای شما مثلا باید ببینید لودینگ ریسورس پک و نمیدونم چی آره دیگه، ولی یکم تو وای میسیم من میاره. حالا اینم اسکرین منه، اومگا هم من و ماتا هم دوستمه که با هم ویدیو میذاریم تو این چنل. حالا شما کریت نیو ورد رو میزنین. حالا میتونید هر مدلی میخواین، کریتیو، سروایول، هارد، ایزی یا پیسفول هستن، یا حتی نورمال که نورمال دیگه معمولیه واقعا. حالا من کریتیو میذارم به خاطر اینکه میخوام بهتون نشون بدم. حالا میان تو بخش ریسورس پک.
این دو تا ریسورس که دارین رو اد میکنین. حتی اونجا هم بعد تو ستینگ برین اد کنین. حالا تو بیهیویر پک هم اد میکنین. حالا میرین تو اکسپریمنتالز، فکر کنم اگه درست گفته باشم، فکر کنم برای شما بعد اینجا 6 تا از این گزینه ها باشه که برای من 5 تا. حالا اینا رو هم روشن میکنین. اینا روی اد آن کریتس. شما توی گیم پلی میتونین اینا رو هم روشن کنین که من دوست ندارم بره نسخه بعدی موجانگ. اینا دقت کنین نوشته، حتی اسنیفر هم داره. حالا من روی شورت اسنیکن رو روشن میکنم و کریتو میزنم. باز هر وقت رفت توی مپ باز رکورد رو آن میکنم. خب اسم من که میدیم من کف واسم بالا اومده. حالا شما وقتی بالا بیام این واقعا چند تا قلب حالا اینا میخوام نشون بدم چقدر خوب اونقدر سنگین نیست که نشه توش راه رفت. حالا میایم پایین چند جدید ها. این هم میبینید یه بایومه که کاستوم بایومه در مال خود بهتر ماینکرافتشه. حالا اگه بیایم اینجا حتی بریم اول آرمور ببینیم حتی توی این بخش چیزی هست یا نه. توی این بخش چیزی اضافه نشده. حالا توی بخش اینا همر فکر کنم، این همر ندرات، همر آیرون، استیل همر، حتی این یکی از خفن ترین چیزهای بازیه. حالا بعدا اینا رو تستش میکنم بهتون نشون میدم. و اینجا بخش آرمور رو نگاه کنین چقدر آرمور اضافه شده. اینا هارمور، برونز، استیل آرمور، ادوانمتی آرمور، فکر کنم سیلور هلمت، کروو آف کینگ د ندر، نایت هلمت، وودلند هلمت. این همه چیزای خفن اضافه شده. این همه آرمور، سورد و اینا، اتک دمیج 90. اصلا تا به همچین چیز دیدی؟ خیلی خفن. قشنگ آدم واقعا خیلی کیف میده به این بازی کردن. استیل سیلور اکس، ادوانمنتیو اکس فکر کنم اگه درست گفته باشم. اینا هم که قشنگ سورد آف د نایت، ایویل وود. چقدر خفنه. خودم تازه اینا دیدم. حالا اینا که از اینا بگذاریم، حتی هو هم اضافه شده بوده. حالا من نشون دادم. بیایم توی این بخش نگاه کن. رامف سیلور، لیت سیلور، اینا واقعا نمیدونم چیه. حتی اینا میدونم چیه، چیز جالبی نیست اصلا. به کارتون فکر نکنم. حالا شاید بگین تموم شد این صفحه، ولی نه، اینجا هنوز مونده. کتاب یا همون انچنتد بوک اضافه شده. ماجیک بوک این واقعا آدم نمیفهمی چیه. ماجیک بوک اسکیپ یعنی چی؟ ماجیک بوک اسکیپ. این همه چیز خفن اضافه شده. حتی اینا هم اضافه شده. حتی اینجا اینا رو نگاه کن. استیل اینا رو بخشت دستم. حالا اینا رو بگذاریم بیایم تو بخش اگ. ببینین اینجا رو بیشترش اصلا انقدر یکم مودش سنگین نیست، بیشترش اصلا باز نشده. حالا چند تا دیدنشو کلا تست کنیم. من اینا رو میذارم اینجا دیگه، جا ندارم. اینا رو میذارم اینجا. حالا اینا رو این که از همه خفن تره. اینو فکر کنم اگه دستتون بگیرین چند بار روی کلیک کنین، دو بار بشین پاشو کنین، بله میره سرتون. حالا این اگه گفتین چیه، این ماب های بعد یا همون ماب هایی که هم بهتون دمیج میدن باشون دوستن و باشون هیچ کاری ندارن، ولی دیگه آرمورتون رو پر میکنه جای آمارتون. اینو فکر کنم این اون نیست. خب ببخشید اشتباه شد. همون بود متاسفانه. الان اگه درست یادم مونده باشه شما اینو قدیم یه بار بازی کردن. اگه درست نمونده باشه الان یه گروه اسمش چیه؟ ویلیجر رو اذیت بیا استراکچر دیگه چقدر بیا لوسیونر یا کن از این همه اسم میشه. نه آدم بدیه باشون کار نداره. میگه که اون وقت اینا رو تست کن. مدیه ببین چی تبز وید فایت. اینا رو که دیدیم دیگه سر من قراره درد بگیره قطعا. چقدر اینجا قشنگه. واچ بذارین دونه چیز بخورم. سر من قشنگ سر همه درد میگیره. تموم شد. تموم شد. خب بیام اینجا رو نگاه کنم. ببینیم لوتای خفنش خفنی اصلا داره.
این چی هست اصلا اینجا که خراب کنیم؟ چرا خراب شد؟ بفس هیچی نداره. عجیب. اسکلتون میاد. این برم هست. کلا خیلی خفنی هست. حالا بریم اینا رو تست کنیم. بریم اون پلین بریم اینا رو تست کنیم ببینیم چیا هست. بذار دقیقه من شمشیر رو بر بیارم اینا بدون هم نیفتم. چی شد؟ خدا بود؟ چی شد؟ نفهمیدم. بذار بازی پشتمش. اینا خیلی خفن. اینا در مقابل مثلا آدمای بد ویلیجر شمشیر دارن دیگه. ویلیجر خوبه ولی میمیره سری. این چیه؟ بیا چقدر زود مرد. این مثلا همون سولار نمیشه چی بود دیگه. بمیر ویلیجر میکشید. ترسیدم. مرد. لیز بهتون میده اصلا. قبول خدا میشه. بکنم این اگه سرتون کنین یه بلیزا باتون کاری ندارن. اگه درستی آدم مونده باشین. میگم من خیلی وقت پیش اینو بازی کرده بودم. واقعا محافظ کاش شرفایی بودم. کاش اینجا لوت میکردم. این خیلی بده. وای این خیلی بده. اینو کلن هر جای اسمش همونجا میتره کنه. اصلا خیلی عجیبه. اصلا چه همچین موبی باشه. این بدترین موب دنیاست. فقط مردشه. نگاه کنین این خوشگلان چقدر نازه. ببین خب دوستان اینم از ماینکرافت بیدراک بود. امیدوارم لذت برده باشین از این ویدیو. امیدوارم با این ماینکرافت حال کنین. خوش بهتون بگذره. اینجا بازی استراکچر دیگه فکر کنم باید باشه. اونورم یه چیزایی هستی. کلا اینجا چیزی زیاده. این چیه؟ این آخری چیزی که دوست میکنم. چیزی نداره؟ مسخره بود. خب این مسخره بود. برای همین امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و تا ویدیوی بعد خداحافظ.